با سلام خدمت دوسته گلم در کانال آشپزی ایرانی. امروز میخوام طرز تهیه کتلت و سیب زمینی رو خدمتتون بگم. سیب زمینی من از قبل گذاشتم پخته 4 عدد، آرد سوخاری 3 قاشق، پیاز رنده شده 1 عدد. من پیاز رو رنده کردم، آبش هم گرفتم. سیر رنده شده، هم میتونید سیر رو رنده کنین یا اگه پودر سیر هم داشتین به جاش میتونید از پودر سیر استفاده. تخم مرغ، ادویه‌های لازمش هم زردچوبه، نمک، فلفل سیاه و پودر پولیور. من سیب زمینی رو با گوشت کوب قشنگ میکوبم. تخم مرغ، پیاز و سیر رنده شده، پودر سوخاری و ادویه‌امو داخلش میریزم و قشنگ هم میزنم. موادم کلا مخلوط کردم. کتلت ها رو سرخ کنم. روغنم رو گذاشتم داغ شده. اینم 1 کاسه آب میذاریم کنار دستتون. صاف میکنین اینو میندازین داخل روغن. به همین شکل همه رو میذاریم داخل روغن. کوکم یه طرفشون پخته و پشت رو میکنم. اینم از کتلتمون من سرخ کردم. انشاءالله شما درست کنین و لذت ببرید.